کتاب صوتی نسیم دگرگونی، آینده مردم سالاری در ایران، نویسنده شاهزاده رضا پهلوی، گوینده امیر دیدبان، کاری از انجمن سپیدار. فصل 4، سیاست خارجی. بیگانه ستیزی تنی چند از مذهبیون قشری نباید با اندیشه نوگرا و فکر روشن شهروندان ایرانی اشتباه گرفته شود. در نگاهمان به آینده باید بر روی 2 نکته اساسی تکیه و تمرکز کنیم. یکی شراکت ما در جامعه جهانی و دیگری نیاز و اشتیاقمان به خودفرمانی و حفظ ارزش‌های فرهنگی. نزدیک به 2 قرن است که تأثیرات عوامل خارجی و گهگاه مداخله بیگانگان در اینکه ایران چگونه سیاست خارجی خود را برآورده کرده و به تثبیت آن می‌کوشد نقشی اساسی ایفا کرده است. مبارزات ما در حفظ و پاسداری از حق حاکمیت و تمامیت ارضی میهنمان اندیشه ایرانی را همزمان با پیگیری روابط کشورمان با دیگر ممالک دنیا صیقل داده است. ایرانیان از اینکه به دفعات کوشش‌های آزمندانه بیگانگان را در به استعمار درآوردن کشورمان دفع کرده‌اند به خود می‌بالند. مردم ایران به روشنی به تاریخ کشور خود آگاهی دارند، تاریخی که مملو از حملات بیگانه، پیکارها و دستکاری‌های مداوم در مسائل داخلی ما از سوی نیروهای بیگانه بوده است. حتی امروز هم اندیشه‌های ما به شدت تحت تأثیر آن تجربیات تاریخی است. امروز ایرانیان توقع دارند که سیاست خارجی کشورمان بر اساس نگهبانی از حقوق و منافع ملی پایه‌ریزی شود. علاوه بر این، مردم ایران به نیکی از واقعیت‌های دنیای وابسته امروز آگاهند. دنیایی که از یکایک کشورها به جای افراط‌گرایی و دشمنی انتظار نزاکت و همکاری دارد. شاید بتوان گفت که ایران در برهه‌ای از تاریخ خود گام نهاده است که قادر به ایجاد توازن در دیدگاه خود نسبت به نظم بین‌المللی است. توازنی که در آن نه تنها به استقلال خودفرمانی کشورمان ارج بگذاریم که همکاری سازنده با جامعه بین‌المللی را نیز پیگیری کنیم. ایران در ورود به هزاره‌ای نو خود را در منطقه‌ای می‌یابد که مملو از فرصت‌هاست. در شمال یعنی در حوزه دریای مازندران فرصت‌های تازه‌ای در زمینه منابع عظیم نفت و گاز پدیدار شده و ارائه می‌شود. این آشکارا به معنی داد و ستدها و همکاری‌های درازمدت اقتصادی در منطقه است. داد و ستدهایی که ایران را به قطبی محوری و حیاتی و رابطی میان کشورهای آسیای مرکزی، حوزه دریای مازندران و خاور نزدیک تبدیل کرده است. اما فراموش نکنیم که همان منطقه پر از حوزه‌های بحرانزاست که می‌توانند آبستن مسائل بغرنج جدیدی باشند. ما همکنون شاهد تداوم کشاکش و اختلاف میان جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان هستیم. کشورهایی که با ما پیوستگی‌های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی داشتند. در درون مرزهای ما ایرانیان آذری و ارمنی با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیزی داشتند. با وجود این پیوستگی‌های فرهنگی، ایرانی معتبر، مردم سالار و باثبات می‌تواند در نقش طبیعی یک میانجی صادق گره‌گشای آن بحران و بحران‌های نظیر آن در منطقه باشد. در این دوران پس از فروپاشی جمهوری شوروی بسیار بجاست که روابط حسنه و چندگونه‌ای را که همواره با همسایگان شمالی خود داشته ایم احیا کنیم. در شمال غربی ما کشور ترکیه پل مهمی به اروپا است. روابط ما در طول تاریخ بر مبنای احترام متقابل و داد و ستدی پر رونق بنا شده است. تجربه ترکیه با سکولاریسم همیشه به صورت الگویی قابل بحث و تفکر در منطقه وجود داشته است. با در نظر گرفتن اوضاع کنونی بیگمان این تجربه یک نکته حیاتی است که در صف مقدم جستارهای سیاسی رژیم ملایان را به چالش می‌طلبد. در سالهای اخیر و در مقایسه
تلاش جمهوری اسلامی در ایجاد آشوب‌های داخلی و در کنار صادرات ایدئولوژیکیش در واقع تردید و عدم اطمینان را رواج داده است. گذشته از همسایگی، وجود ایرانیان آذری و دیگر شهروندان ترک زبان که قریب به 1/4 شهروندان ایران را تشکیل می‌دهند، لزوم احیای روابط حسنه‌ای را که در طول تاریخ مابین دو کشور وجود داشته مسلم می‌کند. کشور عراق در غرب ما که با آن اختلافات مرزی درازمدتی داشته ایم، هنوز نقش مهمی را در زیربنای امنیتی منطقه ایفا می‌کند. جنگ خانمانسوز 8 ساله با عراق قیمتی بسیار گزاف در بر داشت. مدتها طول خواهد کشید تا ایرانیان آمار وحشتناکی چون 500,000 کشته، بیش از 1,000,000 علیل و فلج جنگی و چندین میلیون آواره را از یاد ببرند. ما برای هزینه انسانی 10 سال و میلیاردها دلار سرمایه برای بازسازی شهرها، روستاها، خانه‌ها، مدارس، بیمارستانها، صنایع و اماکن تاریخی لازم است. بزرگترین فاجعه این است که ادامه جنگ ایران و عراق در واقع کشمکشی ما بین دو شخصیت جاه طلب بود، جنگی که سرچشمه در خودستایی بیمارگونه آن دو داشت. مردم عراق هم مانند مردم ایران بهای گزافی پرداختند. اینکه آینده ما به هم گره خورده است نکته است اجتناب ناپذیر. این آینده باید بر مبنای تعهدی مشترک به احترام متقابل و با در نظر گرفتن ثبات منطقه طرح‌ریزی شود. مردم سالار شدن هر دو کشور بیشک به ثبات و اعتبار این روابط خواهد افزود. در شرق ما افغانستان و پاکستان هر دو کشورهایی هستند که در طول تاریخ با آنها روابطی دوستانه داشته ایم. اما در زمان نگارش این کتاب افغانستان به سبب سیاست‌های افراطی و زننده گروه طالبان دچار نابسامانی و آشفتگی دردآوری است. در واقع به خاطر روابط طالبان و بن لادن و حمله تروریستی گروه او به آمریکا بر شدت این نابسامانی افزوده می شود. ملت افغان مانند همتایان ایرانی خود شاهد سرکوب ارزش‌های فرهنگی دیرینه و آمال و آرزوهایشان برای دستیابی به مدرنیته هستند. یکی از ظالمانه‌ترین و غم‌انگیزترین عواقب رژیم طالبان سرکوب وحشیانه زنان در افغانستان است. بیش از هر کس زنان ایرانی از ابعاد این سرکوب آگاهند، چرا که با درد جانکاه تبعیض رو در رو بوده و با آنان هم مانند شهروندان درجه 2 رفتار می شود. برنامه سلاح‌های هسته‌ای پاکستان بیگمان تأثیری مستقیم بر روی ایران و منطقه دارد. ثبات و امنیت درازمدت همسایه ما تنها ضامن محدود نگاه داشتن تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است. پاکستان از زمان تولد خود روابطی بر مبنای احترام متقابل و ارزش‌های مشترک با ایران داشته است. به عنوان کشوری دوست و همسایه، ایران می‌تواند شریک مهمی در ترویج همکاری‌های اقتصادی اجتماعی در منطقه باشد. همکاری‌هایی که منجر به ثبات درازمدت پاکستان خواهند شد. وقایع و رویدادهای چند دهه اخیر ارزش استراتژیکی و بین‌المللی خلیج فارس را به نیکی آشکار می‌کنند. خلیج فارس نه تنها شاهرگ انرژی دنیای صنعتی است، بلکه در موفقیت و کامیابی کشورهای پیرامون خود نقشی بی اندازه حیاتی را ایفا می‌کند. با وجود گرم شدن و ترمیم ظاهری روابط، رژیم ملایان از زمان پیدایش خود قصد صدور انقلاب و دیگر اندیشه‌های افراطی خود را به همسایگان جنوبی ایران داشتند. برای اینکه ایران نقش خود را به درستی در صلح و ثبات منطقه ایفا کند، باید روابطمان را با همسایگان عرب بر پایه دوستی خالصانه، همکاری و اعتماد متقابل بنا کنیم. البته ماورای منطقه ایران مانند هر کشور دیگری وابسته و پیوسته به جامعه جهانی است. بیگانه ستیزی تنی چند از مذهبیون قشری
نباید با اندیشه نوگرا و فکر روشن شهروندان ایرانی اشتباه گرفته شود. ما ایرانیان در ملیگرایی، غرور و اشتیاق برای حفظ هویت فرهنگی خود انحصار و ویژگی خاصی نداریم، ولی با در نظر گرفتن علاقه وافر ما به تجدد و پیشرفت باید با آغوشی باز به استقبال داد و ستدهای بین المللی برویم. داد و ستدهایی که دانش و فناوری و پیشرفت همه جانبه را به همراه خواهند داشت. در حال حاضر سیاست خارجی ایران که با دیدگاه و زمینه‌ای ستیزگر و ضد آمریکایی طراحی شده، کارنامه آشکاری در پیگیری از معجون التهاب انقلابی و دشمنی با غرب دارد. این سیاست ثمره نیاز برای ایجاد مشروعیت است، مشروعیتی که در داخل مرزهای ایران بسیار سست بنیاد است. اما همانطور که از رفتار متظاهرانه و فریبنده برخی از عوامل درون رژیم عیان است، ایران دیگر نمیتواند خود را از محافلی مجزا کند که باید در آینده به آنان در مورد سرمایه‌گذاری مالی، فناوری و مهارت تکیه داشته باشد. بنابراین برخلاف خطوط سیاسی سابق که از دستگاه‌های تبلیغاتی نظام ترویج می‌شد، رژیم اسلامی سعی کرده است که با دادن امتیازاتی عمده ولی مشکوک و ناشفاف، امتیازاتی که به وضوح با منافع ملی ایران در تضاد هستند، به دیگر قدرت‌های غربی در کنار کشورهایی چون روسیه، چین و کره شمالی به خصومت همیشگی خود نسبت به آمریکا توازن و تعادلی ببخشد. در نگاهمان به آینده باید بر روی دو نکته اساسی تکیه و تمرکز کنیم. یکی شراکت ما در جامعه جهانی و دیگری نیاز و اشتیاقمان به خودفرمانی و حفظ ارزش‌های فرهنگی. برخلاف عقاید تعصب آمیزی که زیربنای سیاست خارجی این رژیم را تشکیل می‌دهد، شراکت و همکاری بین المللی، خودفرمانی و حفظ ارزش‌های فرهنگی با یکدیگر در تضاد نیستند.